اگر در زندگی مشکل دارید این کلیپ را تا آخر ببینید، از استاد رفیع راه حل پرسان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، یک سوال داشتم. بفرمایید. البته این سوال من نیست، سوال خیلی ها از مسلمان است که سوال میکنن وقتی که مشکلات و غم اندو دامنگیر ما میشود باید چی بکنیم؟ یعنی کدام ذکر از یاد تکرار بکنیم که دیگر مشکلات و غم اندو دامنگیر ما دیگر نشود؟ الله همه مسلمان ها را از مشکلات دور داشته باشد. دقیقاً خیلی از خواهرها خصوصا در اواخر در واتساپ سوال میکنن که استاد چرا کم ذکر در شما پیشنهاد میتین که زندگی سراسر مشکلات است، برای ما راه حل بگویید. برادران و خواهرای محترم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم روزی به اسما بنت امیس فرمود ای اسما، هرگاه به درجه کرب رسیدی، کلمه کرب را استفاده کردن که به معنای اوج مشکلات است، هرگاه به درجه اوج مشکلات رسیدی این ذکر را زیاد تکرار کن. ذکر ای بود که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله الله ربی لا اشرک به شیئا. این ذکر را اگر شما با پایبندی تمام همه روزه 100 مرتبه تکرار بکنید، ان شاء الله تعالی که مشکلات و غم و اندوه و تکالیف از زندگی شما دور خواهد شد. تشکر استاد. بخیر باشید.